نام خدا، علیرضا بامنپور هستم. متولد سال 1354 شهر کرمانشاه. حدود 27 ساله به رشته منبت و پیکر تراشی مشغولم. در زمینه منبت تو بحث آموزش با دانشگاه و ادارات مختلف مثل میراث فرهنگی و سازمان زندان‌ها فعالیت داشتم. در سال 2016 مسابقات جهانی روز چوب مقام اول رشته منبت ظریف رو به دست آوردم. در سال 2015 دیپلم افتخار از 2 سالانه روح چوب کشور فرانسه به دست آوردم. جزو 100 هنرمند برتر دنیا در سال 2016 شناخته شدم. چهره ماندگار سال 90 و هنرمند برتر سال 90 معرفی شدم. سبکی که من انجام میدم تو کار منبت مشبک پیکر تراشی است که به صورت تلفیقی هم در این زمینه فعالیت دارم. حیطه کار منبت و پیکر تراشی در 2 قسمت، یک قسمت هنر صنعت که به صورت مبل و وسایل منزل که دوستان باش در ارتباط هستن کار میشه، ولی در اون حیطه کاری بنده هنریش کار میکنم که به صورت عصا، جعبه جای جواهر، پیپ و یه سری کارهای هنری مفهومی بنده فعالیت دارم. بحث خرید و فروش آثار در یک بعدش من سفارش میگیرم که سفارش ها رو انجام میدم. بعد بعدش یکمی حسی و دلیه که کارا رو آماده میکنم و بعد از اینی که تولید در 6 ماه اول سال تمام میشه، 6 ماه دوم سال رو در کشورهای مختلف کارام عرضه میکنم. دست ساخته های ایرانی میهمان خانه های شما. ایرانی شایسته زیباترین هاست. نگاره های چوبی باوندپور. تلفن 0918 917 69 89. من به عنوان یک تولید کننده کالا هنری فقط وظیفم تولید کردنه، نه اینی که بتونم خودم به صورت یک بیزینسمن بتونم اینا رو به فروش برسانم. ولی متاسفانه چون که ما سازمان صنایع دستی زیاد در این زمینه فعالیت نداره، من خودم هم تولید میکنم هم در عرصه فروشش فعالیت دارم. اینو به مردم خوبم بگم که از صنایع دستی ما استفاده بیشتری بکنن. صنایع دستی ما جزء صنایع دستی‌های برتر دنیا هست و ارزش افزوده صنایع دستی در خارج از کشور بسیار بالاست و باید در کشور خودمان هم این اتفاق بیفته. خرید آثار فاخر صنایع دستی هر سال ارزش افزوده بسیار بالایی داره و این میتونه یک حرکت خوبی برای هموطنان باشه که از صنایع دستی هم بتونن استفاده بکنن و از اون سود ارزش افزوده اون اثر هم به نحو احسن میشه استفاده کرد برای خودشون. هنر ایرانی در خانه های شما. نگاره های چوبی باوندپور. تلفن 0918 917 69 89.